متشکرم که ما را همراهی میکنین. یک بحث روانشناسی رو هفته پیش خدمت شما آغاز کردیم راجب دلبستگی های کودکان و موضوعات بسیار مهمی مطرح شد، مخصوصا برای مادرهایی که بچهای کوچیک دارند و شاید خیلی به این نکات توجه نمی‌کردن که چقدر مهمه، تاثیر روانی و عاطفی داره این در آغوش گرفتن بچه‌ها، احساس امنیت دادن بهشون در اون دوران و چه تاثیرات بزرگی میذاره در زندگی آیندهشون. امروز میخوایم راجع به بزرگسالی همون مسئله صحبت بکنیم. سرکار خانم دکتر زهرا سادات پورسید آقایی با ما همراه هستن. فامیلیتون درست گفتم؟ بله. روز شما بخیر. خیلی خوش سلامت آمدید. باشین. روز شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم. بله، جلسه گذشته 3 سبک دلبستگی رو مطرح کردیم که بر حسب میزان در دسترس بودن و پاسخگو بودن مادر به عنوان منبع دلبستگی کودک میتونه در این بچه خردسال، مخصوصا در بازه سنی 3 سال اول شکل بگیره. سبک دلبستگی ایمن و بعد ناایمن اضطرابی و بعد ناایمن اجتنابی. خب جلسه قبل عرض کردم که این سبک ها زگهواره تا گورند، یعنی درسته که در کودکی شکل میگیرن، ولی ما میتونیم از روی این سبک ها پیش بینی کنیم که این کودک وقتی بزرگ میشه در رابطه با همسرش احتمالاً چگونه فکر میکنه، چگونه احساس میکنه و چگونه رفتار میکنه. میخوام چی بگم؟ میخوام اینو عرض کنم که بچه ما وقتی بزرگ میشه دقیقاً همون قواعدی که بر اساس هر کدوم از این سبک ها در ذهنش شکل گرفته در رابطه با منبع دلبستگی کودکیش که مادر بوده، حالا در بزرگسالی که منبع دلبستگی همسر هست تمام اون قواعد رو بازنمایی میکنه. حالا چه جوری؟ شما یک فردی رو در نظر بگیرید که در دوره کودکی سبک ایمن در او شکل گرفته، بزرگ شده، ازدواج کرد. فرقی هم نداره که اون بچه پسر باشه یا دختر، به صورت کلی هست. خب حالا این چجوری در رابطه با همسرش فکر میکنه؟ 2 تا قانون داشتیم در سبک ایمن. 1، من موجود ارزشمندیم. همونطوری که برای مادر ارزشمندم و دوست داشتنیم، من برای همسرم هم موجود دوست داشتنی هستم و ارزشمندم. بله. 2، یه نگاه به دیگری بود. اولی نگاه به خودم بود، 2 نگاه به دیگری بود. نگاه به دیگری در کودکی مادر بود، در بزرگسالی همسره. خب همونطوری که مادر موجود قابل اعتمادی بود، حمایتگر بود، در دسترس بود، همسرم هم آدم حمایتگریه، همسرم هم آدم در دسترس و پاسخگویی و من بهش اعتماد دارم. حالا ببینیم این قواعد ذهنی که حک میشه چه کاربردی داره. مثال میزنم. مثلا فرض کنید خانوم از سر کار اومده، خسته است، یا بگو مگویی هم تو محل کار بوده، اتفاقا مواجه میشه با اینکه خانواده همسرش حالا اومدن سرزده یه نیم ساعت بشینن و برن. خسته است، شاید مثل همیشه نتونه پذیرایی کنه، خیلی لبخند روی لبهاش نباشه. در آغاز چه اتفاقی میفته؟ یهو به هم میریزه. اون سیستم دلبستگی شروع میکنه به هشدار، میگه ببین دوستت نداره، بهتون داره بی احترامی میکنه ها. یه لحظه آقا آشفته میشه، اما یه لحظه است. چرا؟ چون در او سبک ایمن شکل گرفته. لذا اون قاعده که همسر من موجود قابل اعتمادی است، او همیشه حمایت کرده و من براش دوست داشتنیم، میاد سراغش، آروم میکنه، یعنی هشدار این سیستم رو خاموش میکنه، احساس امنیت میکنه. لذا چیکار میکنه؟ میگه که با خودش نه، حالا الان احتمالا همسرم مشکلی بیرون از خونه داشته، اشکال نداره، حداقل گمان بد نمیکنه. احسن. یعنی یک نگاه مثبت، یک عینک. این سبکای دلبسته یه عینکن که شما همه چیز رو از فیلتر اونها استنباط میکنید. در سبک ایمن این نگاه مثبته، حوادث رو به بهترین وجه تفسیر میکنه که خیلی خب بذار من یه ذره بیشتر به عهده میگیرم مسئولیت پذیرایی رو، همسرم استراحت میکنه. درسته. در این سبک شما میبینید که فرد یک لحظه ممکنه ناایمن بشه، ولی سریع میتونه خودش رو آروم کنه و امنیت برگرده. لذا افراد با سبک ایمن حل مسئلهشون منطقیه. خب طبیعی است که از یک تعارض جلوگیری میشه. طبیعی است که توی این سبک وقتی شما با یک فردی با سبک ایمن ازدواج میکنید، رضایتمندی زناشویی بالاست،
پایداری زندگی، شادکامی بالاست. در سبک ایمن افراد حاضرن برای رابطه فداکاری کنن. اصلا تنش هم کمتره دیگه. دقیقاً، چون سبک حل مسئله منطقیه و بعد نگاه مثبته. در این سبک مثلا شما فرض کنید که همسر من نیاز داره برای ارتقای شغلی یه وقتی رو بذاره یا آزمون سنگینی رو بگذرونه. خب طبیعتاً یه مدت باید توجهش سمت اون باشه دیگه. بله. وقتی همسر سبک ایمن داره، یعنی باور داره که من برای همسرم دوست داشتنیم، او هم قابل اعتماد و حمایتگره، برداشتش این است که آهان ببین به من بی توجه شد، تمام توجهش رفت سمت شغلش. میگه اشکال نداره، من یه مدت این رو تحمل میکنم، من فداکاری میکنم برای رابطه، اون به اون ارتقا میرسه و من مطمئنم برمیگرده به سمتم. اما در سبک دلبستگی خب همینجا فقط یه سوال بپرسم راجع به همین سبک دلبستگی ایمن. خب این همه اتفاقات در حالتی میفته که هر دو طرف حالا یه دانش و شعور نسبی داشته باشن. مثلا من خودم رو میگم، من به اون سبک دلبستگی ایمن رسیدم و با این فضا وارد رابطه میشم. بله. ولی همسرم اصلا اون اخلاق مادرم رو نداره. خب اینجا به مشکل نه مهم اون قاعده‌ایه که در ذهن همسر تثبیت شده، یعنی نگاهش به اشتباهات همسرش که هر از گاهی است نگاه مثبته. حتی گاهی اوقات حتی اگه مثلا اون شخصیت حمایتگر رو نداشته باشه که من نه، فکر اگر می‌کنم اینطور داره. باشه فرد، حالا میگم بذارید همه سبک‌ها رو بگم بعد میگیم که اینا دو به دو اگر بخورن به قول معروف در کنار هم قرار بگیرن چه اتفاقی میفته. آره، در سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی چه اتفاقی میفته؟ شما فرض کنید که همسرتون یه آدم با دلبستگی اضطرابی است. دو تا قاعده تو ذهنشه. یک، من همونطوری که برای مادرم ارزشمند نبودم، دوست داشتنی نبودم، من برای همسرم هم نیستم، ارزشمند نیستم. دو، همسرم هم مثل مادرم خیلی موجود حمایتگری نیست، قابل اعتماد نیست، نمیشه ازش توقعی داشت روش حساب باز کرد. اگه همچین نگاهی داره اون آقا یا خانم، خب چجوری مثلا عاشق میشه، ازدواج میکنه؟ اینکه چگونه عاشق میشود، شاید اولا اصلا عاشق نشده، دوما بر حسب شرایطی داره ازدواج میکنه و بعد این سبک‌های دلبستگی بسیار مهمن تو مشاوره پیش از ازدواج تشخیص داده بشن. بسیار مهمن. میخوام آخر امروز اینو بگم که چقدر مهمن این پارامتر سبک‌های دلبستگی، چون وقتی زن و شوهر وارد زندگی میشن و کم کم اون دوره آتشین تموم میشه، عملاً بر اساس اون نگاه مثبتشون دارن خودشون، نگاه مثبت یا منفیشون، اون فیلترهایی که رو چشماشون هست دارن خودشون رو نشون میدن. اینی که یک نفر خیلی ممکنه این وسط آسیب ببینه، اونی که سبکش ایمنه اگر در کنار یک اضطرابی یا یک اجتنابی قرار بگیره خیلی آزار میبینه. حالا ببینید اونی که اضطرابیه در عین اینکه این نگاه طرد کننده رو نسبت به همسرش داره که اون ممکنه من رو حمایت نکنه، من رو طرد کنه، قابل اعتماد نیست، یه امیدی هم داره. بله. این همون بچه‌ای بود که میگفتش که مامان ممکنه یه روزی هم به من توجه کنه. 50-50 بود. احسن. لذا همیشه یه فکر دیگه هم تو ذهنش هست، من هوشیار باشم، هر علامتی که نشون میده الان همسرم میخواد از من دور بشه این رو بفهمم، نگذارم این اتفاق بیفته. دقیقاً مثل اون بچه که میرفت مهد کودک تا متوجه شد مامان میخواد تنهاش بذاره بره، این یه علامت بود براش که آها نکنه میخواد منو طرد کنه، میچسبید به مامان. اینم همین کار رو میکنه، یعنی بلا فاصله به خودش میگه ببین حواست باشه نکنه یه وقت همسرت ازت دور باشه. لذا شروع میکنن، یعنی راهبردشون اینه، شروع میکنن به حمایت و مراقبت افراطی از همسرشون. یعنی چی میگه؟ یعنی همسران شکاک تو این دسته قرار میگیرن. بذارید اینو توضیح میدم. اینها میگن همه جا میخوای بری من میبرمت، من میارمت، خونه مامانت بدون من نریا، با دوستات دلم برات نداشته تنگ باشی میشه، یا سر کار نری یا آفرین. حتی من موردی دارم خانوم به آقا میگه که بدون من باشگاه نمیری، حالا که من نمیتونم بیام تو هم نباید بری، من وقتی میری احساس تنهایی میکنم. بدون من کوه نمیری، آقا بهش میگه خب آخه اون ساعت اصلا تو خوابی، من صبح زود میرم. میگه نه درسته که خوابم ولی وقتی بیدار شم ببینم تو نیستی احساس تنهایی میکنم. یعنی انقدر اینها سیستم ناامنشون داره هشدار میده بهش که نکنه همسرت تو رو طرد کنه. و بعد دائما میپرسن که منو دوست داری؟ به من علاقه داری؟ خب چون در رابطه سرمایه گذاری عاطفی زیاد میکنن، مراقبت های افراطی زیاد میکنند،
از همسرشون هم همچین توقعی رو دارن و بعد در حالی است که همسر داره آزار میبینه، چون ادراک کنترلگری میکنه. به قول شما ادراک میکنه که آها این به من شک داره، انگار به من بدبینه. اینجاست که وجه تمایز اختلال پارانوید، یعنی تشخیص بده روانشناس که فرد دچار اختلال پارانویده یا سبک دلبستگیش ناایمنه اضطرابی مهمه. اینا خیلیشون پارانوید نیستن، بدبینی به اون معنا ندارن، یک اضطرابی به خاطر اون سیستم ناامن درونشون هست که نکنه منو طرد کنه، چون من خودش رو دوست نداشتنی میدونه. این حالا تشخیصش یه بحث در واقع بالی نیست که با روانشناس هست، بنابراین الزاما این چیز که شما فرمودید درست نیست. خب حالا همسر وقتی ادراک کنترلگری میکنه خسته میشه دیگه، رابطه رو پس میزنه. به محض اینکه همسرشون توی رابطه عقب نشینی میکنه، اون قواعد ذهنشون تایید میشه. میگه آهان دیدی دوستم نداره، دیدی میخواد منو طرد کنه. و اینجاست که اون آژیر درونش که ناامنی هست انقدر محکم و تشدید کننده به صدا در میاد که اگر یک حادثه این وسط رخ بده که تعارض آمیز باشه، مثل همین ماجرایی که تعریف کردم، فرد نمیتونه منطقی حلش کنه، رو موج هیجانات شروع میکنه به داد و بیداد کردن. احسنت، تو به خانواده من بی احترامی کردی، تو منو دوست نداری. حالا هر چقدر همسرش بگه بابا من خسته بودم، میگه نه اگه خانواده تو هم بود همین کارو میکردی، با مادر خودت هم همین کارو میکردی. و این میشه یک جنگ و جدال. اینجاست که شما میبینید این زندگی پرتنش طبیعتا رضایتمندی زناشویی میاد پایین. و حالا جالب اینجاست که وقتی دعوای مقدار آروم میشه، اینا دوباره میرن به سمت اینکه توجه همسر رو جلب کنن. لذا شما مثلا میشنوید خیلی از افراد میگن که دعوا میکنه همسرمون با ما، پرخاشگری میکنه، بعد میاد معذرت خواهی میکنه، میگه تو رو خدا منو ببخش، و این هی تکرارم میشه دائم، یعنی سبکش انگار این گونه است. اینا معمولا افراد اضطرابی، انقدر افراد اضطرابی ناایمنن در درونشون که حتی اگر همسرشون دو جا خیلی واکنش نشون میدن. یکی این که همسرشون به بچه‌های خودشون بیشتر از اونا توجه کنه، در درون دوباره این ناایمنی بلند میشه، به هم میریزن. یکی هم وقتی میبینن که همسرشون با خانواده خودش مثلا رفته خونه مادرش یا مادرشون اومده منزل اینها، یه ذره داره توجه میکنه به خواهر برادرها، به مادر پدرها، دوباره ناامنی جیغ میزنه. لذا میبینی که مثلا قهر میکنه، بد اخلاقی میکنه، حرف نمیزنه، شام نمیخوره و همه اینها همسر رو، طرف مقابل رو آزار میده و فکر میکنه که آهان این چون خانواده من اومدن اینجا این کارا رو میکنه، در حالی که او در درونش انگار در یک قعر چاه گیر کرده که توی اون احساس تاریکی میکنه و فکر میکنه آهان همسر به من توجه نداره. این همون لحظه است که من باید هوشیار باشم، توجهش رو به خودم جلب کنم، و بعد بلد نیست چی کار کنه و بیشتر این تنش ادامه پیدا میکنه. در سبک ناایمن اجتنابی 2 تا قانون باز تو ذهن فرد حک شده در مقابل همسر. 1، من ارزشمند نیستم، دوست نداشتنیم برای همسرم. 2، همسرم هم اصلا آدم قابل اعتمادی نیست، اصلا نباید بهش وابسته بشم. یعنی دائم داره به خودش هشدار میده هرگز نباید بهش وابسته بشی، او حمایتگر نیست. فرق اینا با اضطرابی‌ها تو اینه، اضطرابی امیدی داره، لذا راهبردش مراقبت افراطی از همسره تا توجه این همسر یه روزی بهش جلب بشه. اما اینا هرگز این امید رو ندارن، لذا شما اصلا نمیبینید که تلاش بکنه برای جلب توجه همسرش، کاری نداره. اینا اون افرادی هستن که اصلا ابراز عاطفه نمیکنه، نه کلامی نه غیر کلامی، و همسرانشون چقدر آشفته میشن از اینکه طرف مقابل هیچ نوع ابراز عاطفه‌ای نمیکنه. دوستش داره ولی نمیگه. آفرین دوستش داره، در درون چون ناامنه اتفاقا بی نهایت حمایت همسرش رو لازم داره. اما به محض اینکه این میاد بالا که بره ابراز کنه این نیازش رو به همسرش، فوری سرکوبش میکنه، چون به خودش میگه هرگز نباید وابسته بشی. این میشه همون مادری که به تو توجه نکرده، میخوای دوباره درد طرد شدن رو تجربه کنی.
لذا سرکوب میکنن و تمام کاری که انجام میدن اینه که تلاش میکنن از خودمختاری و استقلال خودشون توی رابطه محافظت کنن. یعنی میگه من اصلا نباید به تو ابراز عاطفه کنم، من اصلا نباید به تو نیاز داشته باشم، چون میترسه که طرد بشه و میخواد یه آدم مستقل باشه. لذا شما میبینید همسران اینها میگن این اصلا انگار نه انگار ازدواج کرده، انگار نه انگار منو دوست داره، انگار نه انگار من همسرشم، هنوز داره زندگی مجردیشو پیش میبره. و اینجاست که یک درد خیلی زیادی رو همسر اینها در واقع تجربه میکنه. حالا مسئله اینجاست که اولا سبک‌های دلبستگی ترجیحاً، خب وقتی میگیم مشاوره پیش از ازدواج مهمه به این خاطره توی مشاوره پیش از ازدواج تشخیص داده میشه این سبک‌ها و قابل درمانه. پس ببخشید اینو بگم، راهکار اولی که الان داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم مشاوره پیش از ازدواج. بسیار بسیار مهمه. بله. یکی اونجا چی مشخص میشه در توی مشاوره؟ مصاحبه ها و تست هایی که گرفته میشه متوجه میشیم که سبک دلبستگی هر فرد چگونه است. طبیعتاً قابلیت درمان داره، یعنی میتونه در مسیر پس درمان داره. بله. یعنی اینجوری نیستش که اگه تو 3 سال اول حالا یه اشتباهاتی از جانب مادر یا حالا بله. والد صورت گرفته دیگه تموم شد. قابلیت درمان. حتی میخوام اینو بگم اگر ازدواج کردید و الان متوجه شد که خیلی از این نشونه هایی که من گفتم در همسرتون هست یا در خودمون هست، بله، کاملا با زوج درمانی مخصوصا با روش هیجان مدار یا همون EFT اصلا کارش رو سبک دلبستگیه. در یک فرایند طولانی مدت همسران رو در کنار هم امن میکنه، اون امنیت رو کمک میکنه. اول برگردیم همون مشاوره پیش از ازدواج. الان تو مشاوره پیش از ازدواج سبک دلبستگی مشخص شد، سبکی وجود داره که بگیم آقا شما 2 نفر نباید با هم ازدواج کنید؟ هیچ وقت مشاوره پیش از ازدواج همچین مسئولیت و وظیفه‌ای نداره که بگه ازدواج بکنید یا ازدواج نکنید. فقط کاری که انجام میده میگه ببینید شما یک سری نقاط ضعفی، یک سری نقاط قوتی تو رابطتون هست، از جمله مثلا اگر یک نفر اضطرابی یا اجتنابی است، این رو کمک میکنیم که بیایید درمان کنید که در آینده وقتی رفتید زیر یک سقف با هم به مشکل بر نخورید. این کاری است که انجام میشه. حدودا درمانش چقدر طول میکشه؟ طولانیه، نمیتونم بگم دقیق چقدر، ممکنه 10 جلسه 15 جلسه. نه مثلا توی دوره 6 ماهه میشه انجامش داد. ممکنه این اتفاق بیفته. این زوج قبل از اینکه ازدواج بکنن مثلا بله. شما بگید طول درمانش 2 سال طول میکشه، خب نمیتونن حالا شاید 2 سال. یه چیز حدود 10 15 جلسه معمولا لازمه. حالا شما حساب کنید هفته 1 جلسه. البته خب پارامترهای دیگه این وسط داخل ما هیچ وقت در مورد روان انسان نمیتونیم با قاطعیت دقیقاً تعداد جلسه بگیم، ولی معمولا چون سبک دلبستگی یه چیزی است که عمیق شکل گرفته از دوره کودکی، پس بیشتر موارد امکان این بیشتر موارد نمیگیم هم امکان این وجود داره که قبل از ازدواج ما این جریان رو به یه جای نقطه امنی برسونیم، بعد وارد یک منزل و یک سقف مشترک. بله، حتی بعد از ازدواج هم خیلی از این تعارضات چون ریشه در سبک دلبستگی افراد داره قابل حله. پس حالا بریم همون قسمت دوم که حالا خانم و آقا ازدواج کردن، دارن برنامه ما رو میبینن، احتمالاً خانم هم بیشتر دارن میبینن چون الان تایم زمانیه که آقایون بیشتر سر کارن. الان به این فکر میکنه خب الان من این مشکلات رو میبینم در خودم یا در همسرم، باز هم زوج درمانی کمک میکنه؟ بله حتما همین میگم، مخصوصا زوج درمانی با روی کرده هیجان مدار چون کارش بر سبک در واقع دلبستگی است و بر این زمینه متمرکز، خیلی میتونه جواب. خب خانم دکتر الان سوال من اینه، این چه جوری درمان میشه؟ یعنی اینکه چه راهکارهایی، حالا میدونم که همه راهکارا تو 15 جلسه جمع نمیشه، ولی چه اتفاقی توی اون جلسات میفته که کمک میکنه به بهبود؟ تجربه احساس امنیت در اتاق درمان که تسهیلگرش روانشناس و مشاوره. وقتی این تجربه ها شکل میگیره و همسران در کنار همدیگه میتونن خیلی از درونیاتشون رو، یعنی همسر میتونه به طرف مقابلش بگه که ببین اون لحظه که تو حتی داری به بچه ما بیشتر توجه میکنی یا حتی مثلا داری به مادرت توجه میکنی، من میرم قعر چاه و دوست دارم تو بیای دست منو بگیری بیاری بالا. یعنی بهش میگه که زیر اون بد اخلاقیه، زیر اون غذا نخوردنه چی هست، اون
حس ناامنیش رو با همسرش به اشتراک میگذاره، چیزی که هرگز همسرش نمیدونسته. یعنی انگار همسران دریچه های از قلبشون رو به سوی همدیگه باز میکنن تا بیشتر درونیاتشون دیده بشه. به میزانی که این تجربه تو اتاق درمان شکل میگیره، کم کم سلول ها و نورون های عصبی در واقع شکل میگیرن در مغز و اتصالات عصبی تغییر میکنن. اون باورهای قدیمی که من دوست نداشتنی همسرم غیر قابل اعتماده، جای خودشون رو در واقع پس در واقع در این جلسات درمان اون قفل یا اون حصاری که وجود داره بین زوج که نمیتونن اون چیزی که ته دلشون هست پس ذهنشون هست و با هم دیگه مطرح کنن، این باز میشه و این حرف ها گفته میشه. دقیقاً. یعنی اون تجربه امنیت تو اتاق درمان شکل میگیره و اون چرخه یا الگوی غلطی که همسران توش گیر میکنن، یعنی آقا متوجه میشه مثلا برای اینکه توجه جلب کنه بیشتر به سمت خودش بد اخلاقی میکنه، در حالی که این بد اخلاقی روی خانم چه تأثیری داره و اون اتفاقا دورتر میشه، اون آزار میبینه و عملا اینها اصلا به جای اینکه به هم نزدیک بشن دورتر میشن، به مرور این چرخه رو شناسایی میکنن و بعد چرخه درست رو سعی میکنن جایگزین کنن، تجربه امنیت در اتاق درمان رو پیدا میکنن و عملا میرن به سمت اینکه در کنار هم امن بشن. 30 ثانیه فرصت داریم. این سوالم بپرسم، الان کسی داره برنامه ما رو میبینه، نه ازدواج کرده نه قصد ازدواج داره، ولی احساس میکنه این مشکل رو در وجود خودش حس میکنه، اصلا با مادرش همین بله، چون اصلا در ارتباط با دوستان صمیمی هم همینه، اصلا با برادرش، با مادرش، با دوستش، اون هم بدون اون شخص مقابل هم میتونه درمان رو شروع کنه. بله خودش به تنهایی. بله، درمان فردی انجام میشه و حل میشه دیگه به مرور ان شاء الله. ممنون از شما، متشکرم خانم دکتر پورسید آقایی.